حضار گرامی، برادران نهایت محترم مومن، کتابی که در دست ما و شماست و می خواهیم ان شاء الله به توفیق الله متعال ایرا در چند درس ها برای شما تقدیم کنیم. مؤلف ازی عبدالعزیز ابن داخل المطیری حفظه الله و رعاه، الله در عمرش برکت پرته، که توجه خود طرف مردم مظلوم و ستم دیده افغانستان هم کرد و احسانی که بر ما کرد برای چاپ کتاب خود اجازه داد و ما توانستیم که به تعداد 10,000 جلد از این کتاب چاپ کرده و در دسترس اکثریت مردم خود قرار بدیم. کسانی که شایق دین بودند، خصوصا او کسانانی که در تلاش ازی بودند که این کتاب تدریس شود در حلقه ها. در ولایات مختلف این کتاب توزیع شده و ما حلقاتی را از این کتاب دایر کردیم. ان شاء الله استاذا را موظف کردیم که در هر جا در حلقات امی کتاب تدریس شود و ما امید داریم که از این کتاب استفاده خیلی بیشتر مردم بکنه، خصوصا طبقه جوانای ما. در این شکی نیست که افغانستان ما نسبت به غفلت و بی اطلاعی و عدم توجه به امچو امور محتم بشان سالها دور از قرآن و حدیث زندگی کردند. یکی از جمله عواملی که ما را در تاریکی گذاشت امی گپ بود که توجه زیاد مردم به این طرف نبوده، بلکه همیشه ما زندگی میراثی یا زندگی که امیطور به طریق ارث بر ما گذاشته شد، دین خدا من حیث ارث قبول کردیم، خود برایش تحقیق نکردیم و نه معلومات در این موارد حاصل کردیم و با تأسف در طول تاریخ مراکز علمی که در روی یقینا خدمت قرآن و حدیث شود حتی به چشم هم دیده نمی شد. اگر چند تا مدرسه در سطح کل افغانستان 4-5 مدرسه مشهور بود، اونجا هم به جز از که فنون، یعنی آن چیزایی که مقدمه برای قرآن حدیث است، برای فرا گرفتن لغت عربی است، از او تدریس می شد. اعتنا و اهتمام به درس خود کتاب الله متعال و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم موجود نبود. یک عامل عمده امی بوده. عامل دوم که به اختیار بالای ما آمد، سراسیمگی و پراگندگی ملت ما و مبتلا شدنشان به جنگ‌های خانمانسوز که منجر به هجرت، منجر به بیخانگی در سرحد ملت ما پاشیده و پراگنده شد که نمیتوانستن راه علم بپیمایه، بلکه هر کس اولاد خود در تلاش پیدا کردن یک لقمه نان برای کفایت زندگی خود گماشتن و فرصت برشان میسر نشد تا در مورد دین خود تحقیق بکنه و کدام نظامی که عقیده داره امون نظام شناسایی بکنه، مقتضیات و لوازم نظام بدانند و یقینا زندگی خود در روشنی امی نظام پیش ببره. ملت ما جنگ زده و حتی کتاب هم در وطن ما و شما موجود نبود که تدریس شود. کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، الله سرش رحم بکنه، بهترین کتاب در بخش توحید، موضوع توحید بود، اما نظر به امو تاریکی که در وطن ما موجود بوده و تبلیغات دشمن تاثیر خیلی منفی بالای افکار مردم ما کرده بود، کسی نمیتوانست این کتاب علنا بخوانه، مطالعه بکنه، مطلب از او را بدانه. خب باز هم الحمدلله توسط هجرت و سرازیر شدن مجاهدین در این ملک ما و شما تبادله افکار صورت گرفت، یک کمی توجه طرف ساحه تعلیم شد، یک کمی روشنی برای مردم ما پیدا شد، خصوصا ترجمه های قرآن کریمی که در پاکستان
در ماهای مبارک رمضان میشد، زیاد تعداد مردم ما را متوجه کتاب الله ساخت و آنقدر تاثیر مثبت در جامعه این ترجمه ها گذاشت با وصفی که در وقت کم صورت می گرفت. یعنی یک ماه مبارک رمضان یا یک ماه قبل از شعبان هم قطش یک جا می بود، اما تاثیراتش خیلی زیاد بود که الحمدلله ما هم از او ترجمه ها زیاد استفاده بزرگ کردیم و حتی در وجود ما احساس پیدا کرد که ما باید خدمت کتاب الله متعال بکنیم، خصوصا به مردم مظلوم خود که وا توانایی سفر ندارن برود در مراکز. باید در هر مسجد از طرف عالم امو مسجد درس قرآن و درس حدیث شروع شود. الحمدلله ما شکرگزاری و سپاسگزاری الله متعال از حد زیاد میکنیم و نمیتانیم که نظر به کوشش های خیلی کم لیکن تغییرات خیلی زیاد ما در جامعه خود مشاهده کردیم که مردم توجه و اقبال و روآوریشان طرف دین خیلی زیاد شد، توجهشان طرف شناخت کتاب الله و سنت رسول الله خیلی زیاد شد. ما دیدیم که تشنگان درسای توحید و درسای عقیده خیلی زیاد بود. در طول 7 سال انشاء الله که ما در اینجا سپری کردیم تقریبا زیاد مردم الحمدلله شایق درسای عقیده و شناخت عقیده بود. اما یگانه چیزی که مانع شناخت عقیده در وطن ما میشه، یک تعداد مردم ما نظر به تبلیغات سوی که شده بود حتی کتاب شیخ رحمه الله را عالی هم نمیگیره که مطالعه بکنه. نام او در بین مردم طور شایع شده که مردم حتی کتاب نمیخوانه که مطالعه بکنه. الحمدلله بدیل خوب و کوتاه که آشنایی و شناخت کلمه شهادت است، او کلمه که ما را داخل اسلام میسازه، توسط امی مؤلف رحمه الله که از درسهای خودشان است تالیف شده و بعد از او توسط یکی از برادران دلسوز امی خطه زبان فارسی شیخ قریب الله مطیع الله در عمرش برکت بندازه ترجمه شده و بعد از او در دسترس ما قرار گرفت تا ما ایره به چاپ برسانیم. امیدوار هستیم که با تقسیم و توزیع کتاب بسیار از هموطنان ما آشنایی کامل با کلمه شهادت پیدا بکنه، کدام کلمه که بعد از گفتن از او خون ما، آبروی ما، مال ما، نفس ما مکمل حفظ میشه. امیدوار هستیم یکی از جمله حلقاتی که امی کتاب دو تدریس شوه و ما تدریس کتاب به خاطر نمی کنم که شما نمیدانید، چون کلمات فارسی ترجمه فارسی ازی خوب ساده و سریع است ان شاء الله هر کس شما مطلب گرفته میتونه. ما شروع درس به خاطر میکنم که شما آینده معلمین کتاب شوی. هر کدامتان بتونه یک ماه اگر فرصت براتان پیدا میشه، چی در ساحه پوهنتون باشه، چی در ساحه مکاتب باشه، در گوشه تعلیمتان برای جوانا امی کتاب تدریس کنی. یعنی سخنای عقیده را و آن چیزی که مفهوم و مقصد کلمه شهادت است ای را با دوستای دیگه شریک بسازه. از امو خاطر خواستم که این کتاب انشاء الله شروع کرده، الله توفیق ختم کتاب برای ما نصیب بکنه و از مطالب خیلی مهمی ازی الله برای ما استفاده بیشتر نصیب بکنه و ما را توفیق نصیب بکنه که یقینا بتوانیم این عقیده و شناخت واقعی کلمه شهادت برای همه مردم خود که در نزدیک ما قرار داره، حقوق سر ما داره، برای از او هم فراهم کرده بتانیم و آشنایی کامل با این کلمه نصیب همه مردم ما شود. کتاب اولش مقدمه از مؤلف رحمه الله است. مقدمه امور میگه که باعث تالیف کتاب چیست. هر مؤلف یا مصنفی که یک کتاب تصنیف میکنه وجه تالیفش هم میگه که چرا من این کتاب تصنیف کردم. اعمال مؤمن همیشه سنجیده می باشه، پیش بینی شده می باشه. هر حرکتی را که مؤمن انجام میده باید همونطور سطحی و سرسری نباشه،
در مورد امو حرکت خود باید پیشبینی داشته باشه. از امو خاطر است که یکی از جمله امتیازات مؤمن امیسته که اعمال خود تلاش میکنه ثمر بخش زیاد باشه. محض انجام کار در نظر نمیگیره، بلکه ایره در نظر میگیره که کارم چقدر هدفمند است و چقدر ثمرات سرش مرتب میشه. از امو خاطر است که مصنفین کتب همیشه این نکته را واضح میسازه که ما این هدف یا ثمره ازیر در نظر گرفته اقدام کردیم، وگرنه ما نمی کنیم که یک عملی را که فایده زیاد هم نداشته باشه و او را در دست بگیریم محض برای ازی که ما یک کتاب تصنیف کرده باشیم. الحمدلله چون علما همیشه تعلیم کتاب الله را کرده، اعمالش خالصانه به خاطر رضای الله متعال می باشه و ما می بینیم که همچو کتابا آنقدر مؤثر در تغییر افکار جامعه واقع میشه که حد و اندازه نداره. ما نه تنها به شخص مؤلف بلکه به مثل مؤلف علما و دوستای دیگری که در داخل وطن ما یا در بیرون وطن ما ولی درد و احساس اسلامی داره، از تکلیف و از او اموری که ملت ما دامنگیرش است آگاهی داره، این پیشنهاد میکنیم که شما با مو حرکت کمی خود میتونی بسیار فایده بزرگ به مردم مسلمانتان برسانید در گوشه هایی که در طول تاریخ در تاریکی باقی مانده. موضوع شرک، گرفتاری مردم در عقیده شرک موضوعی است که آنقدر برملا و آشکاراست که ضرورت نداره که ما شواهد ارائه بکنیم که اینی رقم شرک است، بلکه از خورد ما گرفته تا کلانه، از زن گرفته تا مرده، حتی در وقتی ادناترین مشکلی که برشان پیش میشه ندا و آواز به غیر الله میکنه، در حالی که یک فردی که در داخل دایره و نظام اسلام میشه او ضرورت به این داره که اول موضوع توحیدش مستحکم و پخته شوه و سر طاغوت انکار بکنه، هیچ نوع شرک از او نشوه. ولی با تاسف در این وطن ما در مورد توحید کار نشده، توحید برای مردم توضیح نشده، آن چیزی که ضد توحید است ای گفته نشده که در این درسا بر ما مکملی گپا می آید. ما امروز می بینیم اکثریت مردم ما حتی توحید آشنایی نداره. شما در برنامه های بیا ببینی که قبلا نشر می شده از تلویزیون، امروز اگر شاهد باشه اکثر امو تاویز نویسا که خود سادات معرفی میکردن و تکدار دین رسول الله صلی الله علیه وسلم خود معرفی میکردن، زمان از پیشان سوال میشد که توحید گفت نمیفهم. یقینا کم شاید و سادات نباشه، چرا که اصل کسی که اولاده و نبیری رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه او دنبال این عقیده که رسول الله به خاطرش مبارزه کرده، به خاطرش خون ریختانده، محنت کشیده، حتما او را میدانه و برای از او مبارزه میکنه. خب با تاسف از این نام ها استفاده سو شده، استفاده غلط شده. الله خیر پیش بکنه. حالات مردم ما به کلگی عیان است که چه قسم در حالت قرار داره. این کتاب که فعلا مقدمش ذکر میشه، مؤلف رحمه الله باعث یا انگیزه تالیف خود بیان میکنه. شروع مقدمه به خطبه است: الحمدلله وحده، کل صفتای کمال خاص است برای الله و ترزاتی که یک و یگان است. یکتایی فقط صفت الله متعال است، هیچ چیزی دیگری یکتا شده نمیتونه. کل سپاسگزاری و شکرگزاری مخصوص الله متعال است. چرا؟ از هر ناحیه که ما مورد نعمت قرار میگیریم، از هر ناحیه که ما مورد احسان قرار میگیریم، کلش از جانب الله متعال است. چرا؟ صفات کمال مخصوص الله متعال است، پس حمد و ثنا مخصوص الله متعال است. از او خاطر ما در ترجمه الحمدلله همیشه میگیم، نمیگیم که تمام ثنا و صفت مخصوص الله متعال است. مطلق ثنا و صفت نه، مطلق ثنا و صفت برای مخلوقان میشه. یک آدم مدحش میکنی، نجار مدحش به نجاریش میکنی، رنگمال مدح به رنگمالیش میکنی، ما معنایی را میکنیم که او مخصوص الله متعال باشه. میگیم تمام صفات کمال. یقینا تمام صفات کمال مخصوص کیست؟
الله متعال. اینجا مؤلف رحمه الله در آغاز کتاب خود در خطبه امی گپ واضح می سازه. انسانی که شکرگزاری را مخصوص الله بدانه یقینا عالمی فهمه که برای ما تمامی اموری که در زندگی ما پیش می از جانب الله است. پس این آدم موحد میشه. و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. تالیف کتاب شکر نعمت الله متعال است. شکرگزاریش توسط الحمدلله شد. اگرچه شکرگزاری تنها ایره نمیگه که در زبان انسان مدح الله را بکنه. شکرگزاری در قلب عقیده داشته باشی که بله همین نعمت الله داده. در زبان اعتراف اقرار بکنی، در اعضای خود یقینا مطیع و فرمانبردار حکم الله متعال باشی. اینی نعمت میگه. یم شکرگزاری با زبان اظهار کرد. بعد از الصلاة و السلام علی من لا نبی بعد. صلات و سلام باشه بالای او شخصی که نیست پیغمبر پس از او. یکی از امتیازات یا افتخارات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که او پیغمبر است تا روز قیامت. نبوت از او ختم نشده نیست، ختم نمیشه. بعد از او کسی نبی نمیه. پس شاگردا و امت پیغمبر علیه السلام بزرگترین امت جنت است. در حدیث صحیحی که میایه که پیغمبری میگه که حتی یک نفرم از مدعوین امرایش نیسته، کسایی که برشان دعوت داده شده. پیغمبری میگه که یک نفر امرا داره، پیغمبری میگه که 2 نفر امرا داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که یک لشکر عظیم معلوم میشه و من فکر میکنم که ما باشم. برام گفته میشه که امت موسی علیه السلام است. اما زمان امت پیغمبر علیه السلام معلوم میشه که افق بند کرده، یک جانب و یک طرف یک دم فرا گرفته. از او خاطر بزرگترین امتی که داخل جنت میشه امتی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ به خاطر که نبوتش و زمینه دعوت پیغمبر علیه السلام گسترده تر دعوت است، پاینده تر دعوت است، به یک قوم خاصی نیست، به یک منطقه خاصی نیست، بلکه به همه انسانیت تا روز قیامت است. از او خاطر سخن باید در عقیده هر فرد باشه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی دیگر پیغمبر نمیاد که شریعتی را بیاره و مردم به او شریعت دعوت بده. عیسی علیه السلام نزول میکنه، از جمله علامات بزرگ قیامت است، اما تمام عمل کردش امی شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده به امی شریعت است. و علی آله صلات بالای آل پیغمبر علیه السلام باشه و صحبه بالای اصحاب پیغمبر علیه السلام باشه. کدام صحابه و آل؟ الذین او مردم صدقوا وعدهم. اینجا هو کرده، کاتب خطا شده، اینجا در کامپیوتر اصل وعدهم است. امو شخصیت هایی که وعده های خود راست کرد. مهم است که یک کسی وقتی اعتراف اقرار به یک امر میکنه، وعده میکنه، با سری وعده خود استاد باشه و او را تحقق در جای حقیقتش برسانه، تحقق پیدا بکنه امو چیزی که وعده کرده. این اهمیت خیلی زیاد داره. در میدان هر کس میگه که من اینی رقم هستم، اما دیده شوه که آیا در عمل و زندگی هم امی گپ وجود داره یا نداره. اسلام دین تنها یک نظریه و مفکوره در دماغ نیست، بلکه اسلام دین عمل است. دین نیست که ما مکمل حقیقت به چشم خود میبینیم که اسلام کدام نظام است. باید دیده شوه و مسلمان در زندگی خود اموی امتیاز افتخار اسلام باید لمس کنه. اما با تأسف چون دین ما میراثی است، حقیقت دین معرفت کامل نداریم، برای ما ارزش و اهمیت دین خیلی کم است. بله، یک تعداد کسانی که رفتن در دنیای غرب و اروپا زندگی اوجره هم دیده، پس که میدانه که اسلام کدام نظام برجسته است، چقدر نظام پاک و نقی است، چقدر هدایات و تعلیمات ارزنده برای رشد سعادت انسان، برای ترقی سعادت انسان چی تعلیمات ارزنده داره. یقینا انسانی که یقینا به این دین وابسته است و این دین می پیماید به اعتبار عمل، نه به اعتبار فقط یک گفتار و نظر، بلکه به اعتبار عمل، یقینا که الله متعال سعادت نصیبش میکنه. پس معلوم است که صحابه و آل او مردمایی که یقینا وعده خدا راست کردن.
کدام وعده را که با دین کرده بودن. هر انسانی که کلمه شهادت میگه تعهد با الله متعال میکنه که من مکمل در نظام تو داخل هستم، پیروی توستم، مخالفت نمیکنم، هر لحظه زندگی ما فقط تابع نظام توست. اما بعد اولین چیزی که دانستن آن برای مسلمان لازمی است دانستن اموری است که باورهای دینی او را درست و موافق با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می سازد. چرا؟ چی فایده داره اگر باورهای دینی ما مستحکم شود و با کتاب الله و سنت رسول الله وابسته شود و ما امی اعتقادات و باورها را از قرآن و حدیث بگیریم، چی فایده داره؟ برای ما میگه تا از خشم و عذاب الهی در امان مانده، فضل و رحمت الله متعال شامل حال او شده، وی را به بهشت برین مشرف کند. آمدن انسان در دنیا بعد از او رفتنش طرف آخرت و اصل زندگی در اونجا آباد شدن است. لیکن امی زندگی از کجا آباد میشه؟ مقدمش در کجاست؟ عمل یزید در کجاست؟ پول یزید در کجاست که اونجا خریداری شود؟ در دنیا. آمدن انسان در دنیا برای خریداری امو زندگی که الله در جنت برش مقرر کرده به او خاطر آمد. شخص اینمی قیمت یا اینمی مبیعه پرارزش گرفته میتونه که در دنیا کار کرده باشه، در دنیا برای خود پیسه پیدا کرده باشه که او را خریداری کنه. نه او کسایی که در حالت غفلت زندگی خود به سر بردن، نفهمیدن که ما چی مسئولیت داریم و چی ما به کدام طرف روان هستیم، چی حقیقت پیش روی ماست. کتاب دست داشته شما شامل درس‌های کوتاه و آسان در اصول دین اسلام است. ما دو قسم مسائل داریم، یکی مسائل اصولی که تعلق به عقیده داره، یکی مسائلی که تعلق به عمل داره که او را ما و شما به نام احکام یاد میکنیم. در این کتاب بحثای احکام نشده که نماز فرض است یا نه، چند رکعت است یا نه، این گپا نشده. بحث از نگاه عقیده شده. یک کسی که در اسلام داخل میشه چی باورهای داشته باشه، چه قسم عقاید داشته باشه، تا خواننده اساس و اصول دین اسلام را بفهمد و بداند چی چیزی او را در اسلام داخل میکند و چی چیزی او را از دایره اسلام خارج میگرداند. به میلیون ها مردم پرسان کنی حتی نمیدانه که کدام چیز است که انسان در اسلام داخل میسازه و کدام چیز است که آدم از اسلام خارج میسازه. علت ای بود که همچون کتابا در دسترس مردم ما قرار نداشت، ترجمه نشده بود، بحث نشده بود. الحمدلله آلی کتابای در دسترس داریم که مکمل حقیقت عقیده ما و شما را خوب آشکارا بیان واضح بیان میکنه با دلایل مستند. همچنان خواننده از لابلای این درس ها به خوبی ها و محاسن اسلام و زشتی ها و خطرهای کفر و نفاق و آنچه سبب نقض اسلام بنده میگردد پی میبرد. آلی میشناسی که اسلام آدم کی میده میشه. مردم ما خیلی معتقد است زمانی که یک دفعه کلمه را در زبان بگوید اگر 1 میلیون کارهایی که سبب نقض اسلام میشه بکنه بازم خدا مسلمان میگه و نمیگه که اسلامی ما از بین رفته، تا خود از آن دوری جوید و دیگران را نیز از آن بر حذر دارد. اهمیت مومن در این است که خودم بدانی و در صدد من دیگرانم از آن چیزی که سبب نقض اسلام میشه باشی. چرا که مسئولیت مومن تنها به اصلاح خود ختم نمیشه، بلکه در به اصلاح جامعه هم یکی از مسئولیت ها یا کارکردهای بزرگ مومن شمرده میشه. خیریت اومد در این است که امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکنه. در این درس ها سعی شده تا مهمترین مسائل مربوط به توحید و اولین واجباتی که دانستن و عمل کردن آن بر بنده لازم است بیان گردد، تا توشه راه برای مبتدیان و تذکر برای دانستگان و ابزار برای معلمان باشد. مردم سه قسم مردم ما در جامعه خود داریم. یکی او مردمایی هستند که تا آلی را معلومات نداره، مطالعه نکرده، یقینا این کتاب زمان مطالعه بکنه حقیقت توحید آشنا میشه، معنای کلمه شهادت در میابه، مقتضیات و لوازمات کلمه را میفهمه و میدونه که چی سبب نقض دینم و اسلامم میشه. این یک قسم مردم است. دوم مردمایی هستند
که وا مطالعه دارن، معلومات کافی داره، اما با مطالعه کتاب یک یادآوری و یادداشت است. بس اوقات یک موضوع مسئله را انسان در سابق مطالعه کرده می باشه، لیکن فی الحال در دسترسش چیزی نداره. میشه با مطالعه کتاب امو بحث و موضوعی که سابق در ذهن خود شانده بود و ای باور برش داشت، آلی باز یادآور شوه، برش تجدید شوه. سوم، این یک وسیله برای معلمین شوه، چون امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم است. و کذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. یک معنای شهدا اینجا تعلیم دهنده برای مردم است. و یکون الرسول علیکم شهیدا. پیغمبر برای شما معلم شده، شما به مردم دیگه معلم شوید. این دین ضرورت به تعلیم داره، نسل به نسل باید این دین بیان شوه، واضح شوه، مردم حقیقت دین خود بدانه. این وقتی میشه که همین مسئولیت هر کس در ذمه خود بگیره، نگویا که تنها ملا صاحب. نه 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 نه، هیچ طور نباشه. در جامعه اسلامی هر فرد همین مسئولیت داره. ما شده میتونیم، خیر است اگر مدرسه را نخواندیم، این کتاب فارسی است، آیات و احادیثش ترجمه شده، مطلبش میدانم، میتونم 10 نفره در اون ساحه که من زندگی میکنم در گرد خود جمع کنم و درس برش بگویم. نمیشه، با 10 نفر نه، در خانه خود درس شروع میکنم. زنا دیگه قارب خدا میشانیم، حلقه جور میکنیم، این درس گفته رایستیم، ببینیم که چی تاثیرات در خانه پیدا میشه و چقدر معلومات کافی برای اهل امو خانواده و افراد امو خانواده حاصل میشه. از او خاطر یقینا هم انشاءالله که کتاب مفید تمام میشه و آرزومندیم که الله متعال این درس ها را به دربار خود بپذیرد و آن را پربرکت و سودمند گرداند. آمین. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. أيا دارها حييت دارا ومن